إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنا لله و إنا إلیه راجعون. عزیزان، زلزله‌ای که مردم مسکین هرات به در دیده شدن واقعا یک حادثه دردآور است. الله متعال برای کسانی که مؤمنان موحده که در این حادثه به بارگاه الهی قبول شدن، الله متعال شهادت از اونا را قبول بکنه و کسانی که متضرر شدن و زخمی شدن و مریض هستن، الله متعال برشان شفای عاجل نصیب بکنه. اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیهم. دوستان عزیز، زلزله سه حالت داره. زلزله یا بالای مؤمنین واقع میشه، یا بالای کفار و انسانهای بی ایمان واقع میشه، و یا هم زلزله واقع میشه بالای انسانهای گناهکار و غافل. برادر ما به شهر بودیم، خب خانواده ما زنگ زد که آره می کار بشدیم تو بچه هم تلفات رسید بیام موتر گرفتم بیامدم بچه هم زیر خونه شد بدر کردم. یک بچه ما رفته 10 ساله بوده، دختر برار ما 10 ساله بوده برفته، مادر ما برفته، زن برار ما برفته. اول در قسمت مؤمنین وقت زلزله و یا مصیبتی بر از اینا میرسه، این مصیبت یک عطا بر از اینا گفته می شود، به خاطر از که وقتی برای کسی مصیبت میرسه و او از اهل ایمان است، این برش یک امتحان است و این یک وسیله است برای بلند بردن درجاتش و زیادت در حسناتش. امام ابو داود رحمه الله در حدیث 4278 روایت میکنه عن ابی موسی رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابی موسی رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که امتی هذه امت مرحومه، امت من این امت رحم کرده شده هست، لیس علیها عذاب فی الاخره، بالای از اونا عذاب در آخرت نیست، عذابها فی الدنیا، عذابشان در دنیا هست، الفتن و الزلازل و القتل، که این عذاب هایی که در دنیا نصیب از اینا میشه یا فتنه ها و امتحانات است، یا زلزله هاست و یا هم قتل است. به اساس این مصیبت ها الله متعال از این امت بر از این امت تخفیف می آوره، بر از اینا مصیبت هایی که میرسه تا روز قیامت این مصیبت ها سبب کفاره گناه هایشان میشه. شاید اگه انسان مستحق باشه که با آتش دوزخ داخل شود، بناهن این مصیبت سبب میشه که از عذاب دوزخ نجات پیدا بکنه. مصیبت زلزله گاهی سبب میشه که این انسانی که در زلزله از بین میره مستحق رتبه شهادت شود. امام بخاری در حدیث 2829 روایت میکنه عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال. ابو هریره رضی الله عنه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الشهداء خمسه، شهیدا 5 قسم هستن یا 5 طایفه هستن: المطعون
کسی که طعن میشه یا به ضربه شمشیر یا گلوله مظلومانه کشته میشه. و المبتون کسی که به مرض بطن گرفتار میشه و با این مرض وفات میکنه. و الغرق قسم سوم شهدا کسانی که غرق میشن. و صاحب الهدم و کسی که بالای ازی منزلش چپه میشه که در زلزله اکثرا مردم به این حالت به شهادت میرسن. و الشهید فی سبیل الله و پنجمی قسمش شهید است که در جهاد فی سبیل الله به شهادت میرسه. پس این زلزله ها اگر از یک جهت برای انسان مصیبت ایجاد میکنه، از جهت دیگر به خیر و منفعت انسانهای مؤمن موحد است. اما این زلزله ها بالای کافرین عذاب می باشه. وقتی که انسانهایی که کافر هستند و انسانهایی که در گناه های خطرناک و در شرابخوری ها و کلب ها و نایب کلب های زنا و در سود و در گناه های خطرناک اینا گرفتار هستند، برای زنا عذاب الهی هست. الله متعال میگه قل برشان بگو که هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. الله قدرتمند است که بالای شما یک عذاب از بالا نازل بکنه، یعنی بالصیحة او الحجاره، با یک صدای خطرناک یا به چی یا به سنگ، مثل که در امتهای کافر قبلی این عذاب الهی بالایشان نازل شد. و من تحت ارجلکم چی هست؟ یعنی الرجفه و زلازل و الخسف، که این هم مثلا یا به زمین لرزه هست یا بوده شدن زمین هست و غرق شدن انسان ها، مثل که قارون در این زمین غرق شد. پس زلزله ها و این عذاب ها که از سبب چی هستن؟ سبب یعنی عذاب هست برای انسان های بیدین. یک تعداد از مسلمان ها غافل هستند. قسم سوم زلزله برای انسان های غافل چی هست؟ که برای زنا یک آگاهی هست، یک عبرت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا تقوم الساعة حتى یقبض العلم و تکثر الزلازل. میگه قیامت نمیشه تا زمانی که علم برداشته شود و زلزله ها زیاد شود. حدیث 1036 صحیح البخاری هست. علامه ابن قیم رحمه الله میگه که و من تأثیر معاصی الله فی الارض ما یحل بها من الخسف و الزلازل و یمحق برکتها. میگه از تأثیر معصیت ها و گناه ها چی هست؟ که خسف و زلزله ها میشه و برکت زمین برداشته میشه. الله متعال میگه و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. هیچ مصیبتی بر شما نمیرسه مگر آنچه که دستهای شما را انجام داده است. الله متعال میگه یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، از پروردگارتان خود را وقایه بکنین و از پروردگارتان بترسین. این زلزله الساعت شیء عظیم، زلزله ساعت چیز بسیار بزرگ است. این زلزله ها بسیار کوچک است. وقتی در حالت 5 درجه و 6 درجه و 7 درجه این باشه، بسیار انسان ها از بین میرن و خانه ها چپه میشن. لکن زلزله خطرناکی که در روز قیامت است با درجه بسیار بلند که حتی کوه ها در حرکت میشن. دوستای عزیز، زلزله ها از علامات قدرت الله هست که انسان باید از این بترسه. انسان غفلت زیاد می داشته باشه. پس از نعمت الله و رحمت الله هست که وقتی انسان غافل میشه، توسط این عذاب ها انسان ها بیدار میشه. و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. الله متعال میگه ما این آیات دلائل قدرت خدا نشان میدیم تا اینا بترسن
یخوف الله عباده بما یشاء، الله بنده های خود را می ترسانه. و یرسل علیهم، و بر از اینا عذاب ها روان میکنه تا که اینا تقوا حاصل بکنن، پند بگیرن. زلزله ها می باشه، حادثه های خطرناک می باشه، کلش دلالت میکنه به قوت و جبروت و علم و کمال الله سبحانه و تعالی. یعنی حاکمی از این کائنات الله هست و هر قسم که بخواه بالای اسی، بالای انسان های حالات میاره. پس انسان مسلمان به الله رجوع میکنه و توبه میکنه. دوستای عزیز، وظیفه و مکلفیت مسلمان ها چی هست؟ که هر مسلمان وقتی که میبینه که برادرها و خواهرای مؤمنش در حالت سخت قرار دارن، پس به امرای زنا تعاون و همکاری به خاطر ای که برشان در این مصیبت یاری و دوستی بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. کسی که در حاجت برادرش، یعنی در سختی در پالوی برادر و خواهر مؤمن خود قرار میگیره و مشکلات از اونا را رفع میکنه، برشان کمک میکنه، الله متعال حاجت های ازیر برش آسان میسازه. حدیث 2442 صحیح بخاری و 2580 صحیح مسلم. همچنان در صحیح مسلم حدیث دیگه هست که من فرج عن مسلم کربتا، وقتی که کسی از یک مسلمان یک کربه، یک سختی رو دور میسازه، فرج الله عنه کربتا من کربات یوم القیامه، سختی از سختی های روز قیامت الله متعال ازی دور میسازه. دوستای عزیز، لازم است که برای دوستای خود دعا بکنیم، برای کسایی که در این حادثه به شهادت رسیدن. برای الله سبحانه و تعالی برشان میخواهیم که این شهادت شانه بپذیره و قبول بکنه و اینا را در جمله شهدا قرار بده. و الله متعال برای کسایی که زخمی هستن و مریض هستن شفای عاجل نصیب بکنه. و از مسلمان های محترم در هر جای دنیا که امکانات دارن امیدوار هستیم و تقاضا میکنیم که به واجب اسلامی خود برسن و به همراه از اینا تا که میتونن مساعدت و کمک بکنن، ولو هر قدر که کم باشه باز هم به همراه از اینا کمک شوه تا ای که این مسلمان ها دوباره بتونن به زندگی عادی خود برگردن و زندگی نرمال داشته باشن. چون الله متعال از هر کسی در روز قیامت پرسان میکنه که شما به همراه از این مسکینا و بیچاره ها و مردم های رنج دیده چی کردین؟ و از این خاطر انسان ها مانند یک جسد هستن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و میگه مثل یک جسد هستن، یکی از اعضایش که به درد به تمامی اعضای بدن خسته میشه، واقعا جای خستگی هست. انا لله و انا الیه راجعون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.